سلام به همه شما که صدام رو میشنوید. پانتا مدیری هستم و امروز یکی از اون روزهایی که تاریخ داره رقم میخوره. 20 ژانویه 2025 مصادف با اول بهمن 1403 47مین رئیس جمهور آمریکا با 78 سال و 7 ماه عمر وارد کاخ سفید شد. دونالد ترامپ، این پسر شرور خانواده بزرگ، باید 4 سال دیگه هم عمر کنه تا رئیس جمهور آمریکا بمونه تا ببینیم که تاثیر ایشون بر 8 میلیارد انسان در دنیا چه خواهد بود. او قراره که در 4 سال آینده پرچم انسانها رو بر مریخ هم برافراشته کنه. بله، قولهای بزرگی بود که امروز ایشون در روز تحلیف و سوگندش به جهان داد. اما امروز توی دومین قسمت از پادکست پانتا تیوی میخواییم از 3 زاویه به این رویداد نگاه کنیم. اول از همه سام منتظری، سردبیر بخش خبر که همه شما با نگاه تیزبینش در این میون آشنا شدید. بعد مهناز دوستی، همکار جدید و پر انرژی ما که مستقیم از کالیفرنیا به جمع ما اضافه میشه. و در نهایت خانم شبنم ملکی، چهره موفق ایرانی آمریکایی که از نزدیک شاهد تحولات سیاسی آمریکا بوده. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل مراسم امروز، میخوام یه اعتراف کنم. دیروز کلی کامنت داشتیم که چرا برنامه‌مون فقط صوتیه. سام جان، میدونم که این تصمیم خب یه داستان جالبم پشتش داره. میخوای خودت برای شنونده‌های عزیزمون تعریف کنی چطور به این نتیجه رسیدیم؟ با کمال میل. اجازه میخوام اول درود بفرستم به شما پانتا عزیز و همراهان عزیز ما که با ما افتخار دادن و حضور دارن در این برنامه و تشکر کنم یک جهان سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتن. مضافاً بر اینکه من یک در واقع آن ایده‌ای که پادکست و فایل صوتی مخاطبان 85 میلیون مخاطب ایرانی که تشنه خبرن، تشنه اطلاعات آزادن و با MP3 در واقع با فایل‌های بسیار بسیار حجم محدود میتوانند شنونده و مخاطب باشند که نه، میتوانند برنامه ساز و سردبیر و مدیر مسئول و ما آینه انعکاسیم بنا به همان قولی رو که روز اول بنیان برای این تلویزیون پانتا تیوی دادیم. خب من هم نظرمو عوض کردم. میدونم که برای شما به عنوان مدیر مسئول پانتا تیوی، چون اصحاب رسانه صوتی تصویری بودیم و بعضا مکتوب من قلم شما رو دیدم به زبانهای مختلف، سخت خواهد بود پذیرفتم. ولی یک آماری نظرمو جلب کرد که اون تغییر دنیاست. یعنی که نظرسنجی گالوپ داره میگه که این مراسم تحلیف همین جناب آقای دونالد ترامپ 26% از مردم به رسانه‌های ارباب جمعی، حالا قدیم گفته میشد یا مینستریم یا آنانی که غول‌های صوتی تصویری اند و یا نوشتاری و کاغذ و نیویورک تایمز و به حساب وال استریت ژورنال، آن اسمایی رو که در آمریکا و در جهان معتبرن، 26% از مردم، چه آمریکایی ها چه در چارگوشه دنیا، میرن با آن رسانه ها مراجعه میکنن. بقیه که عدد بسیار بسیار بزرگی است از همین سوشیال میدیایی که من و شما و میلیاردها انسان، از 8 میلیارد بیشتر از 4 میلیارد وصلیم به اینترنت، از این راستا و از این زاویه و از این وسیله برای خبردار شدن و خبردار کردن تمام اتفاقات ریز درشت جهان استفاده میکنن. آنجا گفته میشه که یک گزارش بسیار جالبی که مثلا CNN با 500,000 مخاطب روزانه و در پیک بالاترین روز خیلی مثلا اوج رکورد 1,800,000 بیننده به فاکس نیوز مراجعه میکنه و این افت به صورت روزانه این نمودار در عکسی که میتونم اسنادش رو به شما ارائه بدم که بتونیم چاپ مکتوبش هم بکنیم داره پیش میره. در نتیجه میگویند که جو روگن یه به حساب یوتیوبر و از این کارهایی که ما داریم میکنیم جوانای 13 15 20 ساله هستن، یک نفرشون یه آمریکایی با شناسنامه آمریکایی. آن تغییر زارقه رسانه‌های نوظهور رو میخوام براتون بگم. 11 میلیون نفر شنونده و فالوور داره جو روگن برای هر پادکستی یا
یوتیوبی رو که برنامه میذاره، یا مثلا به دیلی وایر اشاره کرده که به تنهایی تونسته تمام آن ابر سوپر غول رسانه های خبرگزاری های جهان رو به حساب یک تنه به زیر سوال ببره، یا نشریه آتلانتیکی مقاله بزرگی. همین نشانه ها حاکی است که اگر ما با این روش بخوایم اطلاع رسانی کنیم، هم وارد آن چیزی شدیم که دنیای آنفرماتیک جدید، و هم تونستیم خودمون رو بروز کنیم برای اطلاع رسانی، و هم شانس خودمون و مخاطبمون، مضافم بر این که مخاطب خاص ما که ایران است که دلخوشی است و قوت قلب هر رسانه از جمله شبکه پانتا تیوی، ما بتونیم به حساب آن راهی رو پیش بریم که سهل الوصول تر باشه، قابل دسترس تر باشه با اینترنت کم. به این خاطر ما هم داریم تغییر رویه میدیم. متشکرم سام از توضیحاتت. از مهناز عزیز بذار سوال کنم که این مراسم رو اتفاقا خیلی برام جالبه که چطوری دیده، این خودش میتونه نکته باشه. و مهناز چه چیزی توی این مراسم توجهت رو جلب کرد؟ شما، درود بر شما پانتای عزیز، دیگر دوستان و همکاران و کسانی که دارن به این پادکست گوش میکنن. اجازه بدید من اول بگم که من یه ایرانی هستم که حدوداً 10 سالی هست در امریکا دارم زندگی میکنم، در کالیفرنیا، در شهر لس آنجلس هستم و با اتفاقاتی که در یک استیت دموکرات پیش اومده و اتفاقاتی که خب پیش رو داریم و باید ببینیم که با اومدن پرزیدنت ترامپ چه تغییرات خوبی برای ماها که سالهاست مسائلی رو تجربه کردیم که شاید کسانی که توی فلوریدا به عنوان مثال بودن این مسائل رو باهاش دست و پنجه نرم نکردن. من یکی از مواردی که بهش نگاه کردم و برام جالب بود و همیشه البته در جامعه آمریکایی برای من جالب بوده اینه که چگونه برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی بهش میپردازه که ما مقام زن رو بهش میپردازیم و ارج میگذاریم و بهش اجر میبخشیم. درست گفتم؟ کلمات رو فراموش کردم. بله. و برخلاف اون منزلتی که برای مقام زن به عنوان مثال میگن قائل هستیم، ما دیدیم که در تمام این مراسم تحلیف چگونه به همسران خودشون یک بهای دیگر میبخشند. اونجایی که خانم ملانیا ترامپ میاد، حالا بماند که من نمیدونم خانم میشل اوباما برای چی نیومده بود. اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردی. بله، خانم اوباما دقیقا نبود. خب این هم در هنگجی بود احتمالا. آره به احتمال زیاد. و خود آقای اوباما هم که با چهره کاملا ناراحت و گاهی مواقع زیر چشمی دور و برش رو نگاه میکرد و کاملا مشخص بود. فکر میکنی که مشکل چی بود؟ مشکل میشل اوباما دقیقا با ترامپ رو کدوم یک از نکاتش هستش یا نقطه نظرهاش و دیدگاهش؟ من شاید فکر میکنم برخلاف اون چیزی که اینها میخوان نسبت بدن به ترامپ که اصلا این گونه نیست، که نژاد پرسته و برای سفید پوستان ارزش قائله و برای زنها ارزشی قائل نیست. زنها رو به اونجوری که جمهوری اسلامی هم میگه به یک کالا، به شکل یک کالا نگاه میکنه. و من به شخص خودم خیلی مشابهت‌های زیاد و نقاط مشترک زیادی بین تفکراتی که در جمهوری اسلامی وجود داره و تزریق میشه بین جامعه و اون چیزی که دموکرات ها گسترش میدن میبینم. این اشتراکات رو خیلی زیاد میبینم. برای همینم است که از اینها خیلی گریزان هستم. من دیروز الانم لباسم و اینا اینجا هست، من دیروز به ترامپ پارتی دعوت بودم و اونجایی که پانتا جان شما به من داره به ترامپ پارتی دعوت بودم و دوستی که منو دعوت کرده بود خب یکی از کسانی که خب بیش از 40 ساله در امریکا زندگی میکنه، از وضع مالی بسیار خوبی برخورداره. ما رفتیم اونجا و گفتم که اتفاقا منم خیلی دوست داشتم ترامپ پارتی بگیرم ولی به واسطه کاری که داشتم نتونستم، ولی حالا در حد جمع و جور خودم
و ایشون گفتش که خب حالا داداش ترامپ پارتی گرفته تو رو دعوتت کرده و شما که اونجا گفتی که 87 سال و 7 ماهشون آقای ترامپ. خب 78 ببخشید 78 و 7 ماه. فکر میکنم پس آقای ترامپ زاده فصل تابستان باشن، درسته؟ اینو سوال سختی از نظر تاریخ، ولی آره دیگه آره دیگه 7 ماه گذشته. دقیقاً 7 ماه گذشته باشه تابستونی. 7 ماه. بنابراین اون انرژی یه آدمی که توی تابستون متولد شده با اون توی اون گرما خیلی متفاوته و امیدوارم که با این انرژیش بیاد اینجا رو تغییر بده. اما مطلب این بود که من انقدر لحظه شماری می‌کردم به عنوان یک ایرانی بابت اومدن ترامپ، برای اینکه مناسبات دموکرات ها و مناسبات جمهوری اسلامی رو به هم خواهد ریخت و این یعنی علاوه بر این که کمک به آمریکا میشه، جایی که الان داریم درش زندگی میکنیم، علاوه بر این که کمک به همه مردم دنیا خواهد شد، با بستن دست جمهوری اسلامی یک آزادی و یک آینده متفاوتی رو برای مردم ایران رقم خواهد زد. من از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم و امروز برای من روز فوق‌العاده‌ایه و وقتی که اون لحظه‌ای که در این هیاهو بودیم که آیا ترامپ برنده خواهد شد با توجه به دستکاری هایی که ما 4 سال گذشته هم دیدیم در انتخابات، امسال هم بود، ولی با این حال مردم آمریکا به اون آگاهی رسیدن، آگاهی که مردم ما هم باید بهش برسن که تغییرات اساسی ایجاد بشه، به درستی ایجاد بشه. و به من همه میگفتن انقدر که من شور و حال این قضیه رو داشتم و انقدر خوشحال بودم وقتی این اتفاق افتاد و قبلش انقدر نگران بودم که بعدن دوستان به من گفتن که آقا انگار تو بچه خودته، انگار تو ترامپو به دنیا آوردی، حالا اتفاقا شورشو میزنی. حالا من فکر کردم الان سن من پس چقدره؟ ایشون 78 سال و 7 ماهشه، من ایشون رو دنیا آوردم بالای 100 سالم. اون که هیچی. مهناز جون بذار از شبنم عزیزم بپرسم. شبنم جان، تو به عنوان کسی که کمپینر ترامپ بودی، فکر میکنی که چه انتظاری میتونیم داشته باشیم اصلا از این دوره از ترامپ؟ اول سلام میکنم به پانتوهای نازنینم و دوستان عزیزی که الان با ما هستن و کسانی که صدای ما رو میشنون. فکر کنم انتظار ما مردمی که اینجا هستیم خیلی ساده است. ما میخوایم آمریکا رو به شکل اولش برگردونه، به خاطر اینکه آمریکایی که ما الان در 4 سالی که آقای بایدن رئیس جمهور بود از نزدیک دیدیم، اون آمریکایی نیست که 4 سال قبل یا حتی قبلتر، حتی رئیس جمهورهای دموکراتی که داشتیم به این شکل انقدر بد نبودن که این 4 سالی که ما توی آمریکا تجربه کردیم. انشالله آمریکا رو به شکل اولش برگردونه، همون قولی که خودش داره آمریکا رو دوباره فوق‌العاده کنه. همین الان اتفاقا مهناز اشاره کردش که با توجه به اینکه کالیفرنیا خب یکی از ایالت‌های دموکرات هستش، مشکلات زیادی رو تو این 4 سال دیدید. مثلا میتونی لطفاً مثالی برامون بزنی از این وضعیتی که تجربه کردید و نمیخواید اینطوری باشه دیگه؟ یکی از اتفاقاتی که توی کالیفرنیا متاسفانه افتاده، تعداد زیاد بیخانمان هاست که مبالغ بسیار بالایی رو به آقای گوین نیوسام دادن که یک طرحی رو بریزن برای بیخانمان ها، که اون روز من داشتم یه گزارش رو نگاه میکردم که اگر این مبلغ رو تقسیم کنیم به تعداد بیخانمان هایی که در کالیفرنیا هست، نفری $160,000 به هر کدوم میرسید و این که اتفاق نیفتاد، تعداد بیشتری اضافه شدن به این بیخانمان ها. اتفاق دومی که مخصوصا در کالیفرنیا افتاد، بالا بردن مالیات ها و بالا بردن حقوق کارمند به نسبت تورمی که در اینجا ایجاد شده، که هممون میدونیم تورم در کالیفرنیا بیداد میکنه. یعنی از کشورهای دیگه، حتی از کشورهای گرون دنیا وارد کالیفرنیا میشن، میگن شهر شما از همه جا گرونتره. و این تورم بیشتر در 4 سال رئیس جمهوری آقای بایدن اتفاق افتاد. یکی از این اتفاقات
بدی که افتاد قیمت بالا رفتن قیمت بنزینمون بود که خب تجربه که داشتیم در زمان آقای ترامپ بنزین $2.99 هم رسید، ولی متاسفانه الان کسانی که اینجا هستن زندگی میکنن میدونن قیمت بنزین، حالا نمیدونم این 4 روز آخر گفتن بذارید بیشتر از مردم بکشیم داستان چیه، ولی بنزین ما الان شده $4.99 و این میزان اونجا گالونه. بله و این میزان تورم تأثیر بسیار منفی گذاشت و میزان مالیاتی که بالا بردن، حقوق کارمندی که بدون حساب کتاب بالا برد و باعث شد که تعداد بیشتری آدم بیکار بشه در کالیفرنیا. کرم برمیگردم پس به این موضوع چون خب به لایه‌های مختلف داره. سام جان یه مقدار از این پسر شرور این خانواده بزرگ بگو کلا که ما یه مقدار این بیوگرافی ترامپ رو دوباره بهتر فهمیده باشیم، چون میدونم که تو همیشه میری در این دالون‌های مخوفم میگردی و یه چیزایی پیدا میکنی معمولا. راستش یه انسانهای خوب بزشت روزگار و می شود گفت که تاریخ قضاوت خواهد کرد، چه زمانی که زنده باشند چه زمانی که در این دنیا نباشند. منحصر به فردند، برند جهانیان و دارای یک استعداد نبوغ و این استعداد نبوغ رو مثلا برای آدم کشی می شود هیتلر رو نام برد، برای مثلا قتل و جنایت می شود صدام حسین نام برد، خمینی رو نام برد، خمینی ملعون، ولی برای یک انسانهایی که ماندگار و پایدار حداقل برای ملت خودشون می توانند تاریخ ساز بشن، انسانهایی هستند در طول تاریخ بودند از ایام قدیم، از هزارها، که تاثیراتشون فقط به حتی مملکت خودشون و مردمان خودشون نبوده و در تاثیرات جهانی گذاشتن. چه بسا کسانی بودن که با علم، با IQ بالا، با قول عامیانی گفتن، توانستن که تاثیرگذار باشن. در مورد دونالد ترامپ، ایشون یک به حساب گذشته‌ای دارد و یک فراز نشیبی دارد که مثلا از 13 سالگی شروع کنیم، اولین مشت که زد زیر گونه و چشم در واقع خوب شد که از حدقه در نیومد، چون به دادگاه اینا رسید، معلم خودش رو تنبیه کرد. و بعد ماجرای مشت چیه دقیقا؟ یک دعوایی در مدرسه که پدرش با این دعوا و این زده خورد باعث شد که تصمیم بزرگی برای پسرش بگیره، پسر شرور، که چیکار کنه. گفت آقا برو مدرسه نظامی. یعنی از آنجا به حساب یک مدرسه نظامی در سن خیلی کم. و بعد از اون، از اینکه سالیانی یک تیزی به قول به حساب قدیمی گفتن فیلم‌های فارسی و یک چاقوی در جیبش باشه، من رفتنش به مدرسه نظامی هم کمتر، هیاهوی بسیاری داشت. پسر خوشگل دخترکش به حساب سالیانی نامیدنش. و یک طنزی رو بگم که این طنز فقط جوک نیست، جوکی است که همکاران ماها در صدا سیما جمهوری اسلامی ساختن. چند سال پیش بعد از کشته شدن و ترور قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی آمد که دونالد ترامپ به عنوان یک موجودی که مشکلات خودآگاه، اینترنال کانفلیکت، خود درگیر است و اکسترنال کانفلیکت دارد و مشکلات روانی داره، گفته این پلی بویی که ایشون خیلی علاقه داره به خاطر اون مدرسه نظامی و تکجنسی در آن مدرسه سالیانی درس خونده و این اشتباه شد که پس چی شد؟ ایران که تفکیک جنسیتیه که دقیقاً انگار که این 45 سال این سیاه روزان تباکارانی که ایران رو به گروگان گرفتن، ایران افغانان، مدارسی رو با به حساب تساوی جنسیتی اومدن بنا گذاشتن و اومدن مثلا یک نرمی از انسان قرن 20 تو آموزش پرورش آوردن. و خیلی عجیبه به خاطری که این در واقع پخش شد در آرشیو صدا سیما و احیانا توی شبکه‌های، نه یوتیوب، شبکه‌هایی که صدا سیما مسئولات خودشو در اونجا میذاره، میشه رفت دید و ببینیم عجب گل به خودی عجیبی زدن که علتی که ایشون شومن شد و بعد داستانی که به حساب نگاه ضد زنی که پیدا کرده فقط به خاطر مدرسه، این کلمه است تک جنسیتی، ایشون رفته. یک روزگارانی ایشون حرف پدرش رو بعد از مدرسه نظامی گوش کرد، چند سالی رفت اقتصاد خوند و شروع کرد به حساب کار ساخت ساز، ولی اونجا آرام و قرار نگرفت و بزرگترین مشکلش در زندگی این بود که پدرش نذاشت این دنبال هنر بره. بارها من گفتم
در به حساب بیوگرافی ترامپ، اگرم میرفت شاید هم مثل یکی از رئیس جمهورهای قبلی آمریکا به عنوان یک هنرپیشه درجه 3 وسترن باز رئیس جمهور میشد. به خاطری که این صحبت از میشل اوباما دارم که باز رئیس جمهور میشد. هر وقت ازش پرسیدن در خاطرات خودش هم هست که اگر زن باراک حسین اوباما میشدی زن کی میشدی؟ میگفت حتما زن یک رئیس جمهور میشدم. و بعد مسائل دیگر. البته ایشون نیامدنش، نانسی پلوسی، خود میشل اوباما، تمام این سوپر بزرگ ستارگان، سوپر استارا، همش به خاطر آن نگاهی که از نظر فمینیستی به ترامپ و جمهوری خواه مشخصا تی پارتی نسبت میدن و آن گفته‌ای که امروز هم گفت که خودش یک هیاهوی ایجاد کرد میکنه فردا صبح. حالا ببینید تو قانون ستایی میگنجه، چون که در لفظ و در به حساب شفاهی گفت که ما در آمریکا فقط 2 جنس داریم، زن و مرد. این اون تقابل است. ایشون به اون آرزوش نرسید که بشود هنرپیشه تراز اول و عشق به هالیوود، ولی تونست به حساب به عنوان کار جانبی، به عنوان هوبی خودش، به عنوان نویسنده، به عنوان شومن تو خیلی از به حساب تاثیرگذار باشه، به عنوان یک شخصی که بسیار پرهیاهوست. شاید کمتر بدانن، مخصوصا رو به خطاب دارم که کتاب هم نوشته. دقیقاً کمتر بدانن نوجوانان ما. ایشون یک نویسنده قهاری بوده، 1987 شروع کرد، مشخصا 13 هفته به حساب صدر پرفروشترین کتاب‌ها با کتاب هنر معامله شروع کرد که چطور مثلا کسی بتونه معامله کنه. و ایشون شخصی بوده است که چه در آمریکا چه اواخر قرن 20 و قرن 21 از این کتاب‌های جیبی که موفقیت و مثلا میشه توی ترانزیت فرودگاهی به انتظار نشستی، در هنوزم فروش میره این دست کتاب‌ها، یا در هواپیما چند ساعت پرواز بتونه آدم بخونه که کتاب‌های خودش هم در چارگوشه دنیا هنوز هم توی قسمت‌های ترانزیت فرودگاه هست. هنر معامله، چگونه ثروتمند شویم، یک کتابی داره که مثل یک میلیاردر فکر کن. این خیلی برای نوجوانان هنوز خوبیه که من اگه مثل یک میلیاردر فکر کنم میلیاردر میشم. یک کتاب دیگه 101 مسیر به سوی موفقیت، کتاب دیگه مثل یک قهرمان بیاندیش. یعنی یک کتاب‌های انگیزشی که بشه مثلا انسان چطور میتونه ستاره بشه، در شغل خودش موفق بشه. چجوری بگم، از اینکه آرزوهای رو در سر پرورانده، اگر روزی 17 ثانیه در یک فیلم به عنوان یک خدمتکار فقط گفته که آدرس داخل هتل سمت راست یا سمت چپ، من باور دارم انسان‌هایی که نقش آفرین، تاریخ ساز، از اینکه قضاوت کنم نه، نقش آفرین و تاریخ ساز در جامعه بشری باشن، در وجودشون شمع آن اعتماد به نفس، شمع آن آرزوها هرگز نخواهد مرد و داشتن، در نتیجه تاثیرگذار بودن. یک زمانی افکار عمومی نسل قبل خودش و جوونا و آمریکا رو به دست میگرفت با این 18 کتاب یا 17 یا 18 مطمئن نیستم. یک زمانی خودش در آن سن سالی که اشاره کردین شما و همکار محترم ما، 78 سال و 7 ماه، ایشون میره در اوج آن تبلیغات کمپینی، میره به نوجوانایی که هنوز به سن رای دادن نرسیدن، به اونا وقت میسپاره که اونا مبلغ و کمپینرش بشن. میره همون کاری رو میکنه که ما امروز فکر میکنیم که اینجا بهترین روش رساندن به حساب علم و اطلاع و خبر و گزارش و هر چی که به عنوان شغل یا وظیفه ما میدونیم، میگیم از طریق همین پادکست ها بهترین و سهل الوصول ترین برای جامعه ما. الان به این نتیجه رسیده که میره 2 ساعت و 3 ساعت پای صحبت نوجوانایی که با یک میکروفون و موبایل در حد 5 میلیون، 7 میلیون، 10 میلیون شنونده و مخاطب دارن. من ساعت ها میتونم راجع به دونالد ترامپ صحبت کنم و همین بسنده میکنم، جز این که ایشون در این دوره و در این سخنرانی جز یکی 2 تا به حساب بار کرد جو بایدن و بهش تندی کرد، درشتگویی کرد. از نظر رسانی من باید مواظب زبانم باشم که آقا تو 33 نفر از قاتلین، جلادان، دزد، قاچاقچی‌ها رو هم عفو کردی، یه خط طلب ما زیر سیبیلی رد کردی. این اصطلاح عامیانه است، من اینجا به کار میبرم. جو بایدن
حدود 40 دقیقه قبل از اینکه ساعت برسه 12 به وقت واشنگتن 33 نفر عفو کرد که 9 نفر از اعضای خانواده خودشن که بعد از خودش هیچکی، نه دونالد ترامپ نه قوه قضاییه نره سراغش. صحبت‌های بس بسیار زیادی میشه کرد. من به همین بسنده میکنم مرحله مرحله با هم پیش بریم، چون خوش صحبت تر است. من شما سه نفرین که میتونیم به حساب آن نگاه ظریف‌تر و لطیف‌تر رو به مخاطب ارائه بدیم. من خیلی دوست دارم که اتفاقا از مهناز عزیز و شبنم راجع به آنچه که ملانیا ترامپ در این نقشی که در واقع داشت در این تحلیف بپرسم، که کلن چجوری ظاهر شد. همه خب به خوش لباسیش هم که معروفه، زیباییش هم که حالا جای خود. مهناز چی پوشیده بود ملانیا و چی داری در موردش بگی؟ والا ملانیا ترامپ که سال 2017 با لباسی از رالف لورن خیلی سر و صدا کرد و ظاهر شده بود در مراسم با یه لباس آبی رنگ. این بار با یک لباس مشکی، با یک کلاهی که یه نوار سفیدی روش طراحی شده بود، دیزاین شده بود براش، اومد اونجا و بسیار سر صحبت‌ها افتاد این لباسی که پوشیده بود و برخلاف اون چیزی که خب شاید فکر بکنن افراد که به برندهای معروف این لباس رو سفارش داده، به 2 دیزاینر کاملا ناآشنا و جدید که برند نیم نبودن اینها رو سفارش داده بود و اونها براش تهیه کردن و این نشون دهنده این بود که میخوان از بیزینس هایی که ناشناس هم هستند حمایت بکنن و اونها هم بتونن آینده خوبی رو برای خودشون ببینن. علاوه بر اون زیبایی که همونطور که شما گفتید خودش داشت و خانواده ترامپ به هر حال خیلی زیبا، دخترشون لباس بسیار زیبای سبز رنگی پوشیده بود و طراحی کلاه لباس ایشون هم خیلی قشنگ بود و اومده بودند در کنار خانواده این مراسم صورت گرفت. حرفی که من ابتدا داشتم میزدم ولی به خاطر عادت گویندگی انقدر این ور و اون ور زدم، حرف اصلیم تحت شعاع قرار گرفت. اینکه مقام خانواده و خصوصا مقام زن رو واقعا بهش پرداختن و آقای ترامپ خیلی زیاد از ملانیا تشکر کرد و همینطور زمانی که داشت در مورد آقای وند صحبت میکرد دوباره به خانم ایشون پرداخت و گفتش که شما خیلی انسان باهوشی هستی ولی از تو باهوشتر، یک نفر از تو باهوشتر وجود داره و اون هم خانومته. و خیلی زیاد به مقام زنها اهمیت داد و صحبت کرد راجبش، برخلاف اون چیزی که واقعا ما نمیبینیم در جامعه خودمون، در ایران، در کشور خودمون نمیبینیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی در واقع برای مردم درست کرده. متشکرم. شبنم شما خودت طراح دکوراسیون داخلی هستی، خب مطمئنم که اون دید خاص خودت رو داری به اینجور مسائل. چطور بود کلاً همه چطور ظاهر شدن، حالا چه مردا چه زنها در این تحلیف؟ در همین مورد چی داری بگی بهمون؟ من جزء افرادی هستم که همیشه وقتی خانواده آقای ترامپ رو میبینم واقعا لذت میبرم از حضور همشون و زیبایی که واقعا از لحاظ ظاهری که مطمئنا زیبا هستن، اما از لحاظ تحصیلات، از لحاظ صحبت‌هایی که میکنن و خب 100% وقتی تربیت کننده یک خانواده آقای دونالد ترامپ باشه بچه‌های بسیار خوبی رو تربیت میکنه. اما اگر در مورد همسرشون خانم ملانیا ترامپ بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم در 4 سال گذشته که آقای ترامپ رئیس جمهور بودن بسیار کم لطفی شد در حق ایشون و همونطور که میدونین آقای بایدن همسرشون رو بارها روی صفحه اول مجلات زدن، بسیار ازشون تقدیر کردن، بسیار ازشون صحبت کردن، اما خانم ملانیا در اون 4 سال گذشته دریغ از مصاحبه‌ای که از ایشون بشه، دریغ از صحبتی که ازشون بشه و یا عکسی از ایشون روی مجله‌ای چاپ بشه که خودشون هم توی مصاحبه‌ای که داشتن قبل از اینکه اصلا آقای ترامپ رئیس جمهور بشه و توی کمپین بودن، مصاحبه‌ای که با ملانیا ترامپ کردن داشت همین رو میگفت من همیشه فعال بودم در اون 4 سال ولی هیچ وقت
هیچ کس در مورد من صحبت نکرد. اشکالی هم نداره، ولی فکر میکنم خیلی بهشون کم لطفی شده بود. امیدواریم که تو این 4 سال قدر این خانواده رو و همسرشون رو، خودشون رو بیشتر بدونیم. این که بس ملانیا ترامپ، یعنی در واقع همسر ترامپ، البته اونقدر در رسانه نبوده، بیشتر یعنی از خورده گرفته میشد از رسانه ها، نه از خود جمهوری خواهان، درسته؟ بله، از رسانه ها، چون رسانه ها بیشتر رسانه هایی که الان روی کار هستن، اگر که بخوایم به پشتش نگاه کنیم، دموکراتن، بیشترشون دموکراتن رسانه ها، و 100% در مورد رسانه ها بود که از ایشون زیاد استفاده نکردن. شبنم، و خودت با توجه به اینکه خب الان سالها در کالیفرنیا زندگی میکنی، در بین جمهوری خواهان بودی، تفاوت ها رو در مورد نگاه، یعنی به عنوان کسی که یعنی تجربه شخصی، تو منظورم هستش، تجربه شخصی از نگاهی که دموکرات ها به خودت به عنوان یک بیزنس وومن دارن و جمهوری خواه دارن، این تفاوت رو چگونه میتونی برامون توصیف کنی؟ آیا میتونی توضیحش بدی؟ یه چیز جالب هست، ماهایی که توی ایران به دنیا اومدیم و در ایران زندگی کردیم، ناخودآگاه جزو افرادی هستیم که از همون بچگی آدمای سیاسی میشیم، چه بخوایم چه نخوایم، و به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده و چه به سر ما مردم اومده و حالا مهاجرت کردیم، کشورهای دیگه داریم زندگی میکنیم، به نظر من دموکرات ها، درست دموکراسی کلمه بسیار زیباییه، بسیار زیباست، اما اگر واقعاً دارن از این دموکراسی استفاده میکنن، یه پرچمی رو به اسم دموکراسی بالا نگرفتن، زیر پرچم هر کاری دوست دارن انجام بدن. مثلا جمهوری اسلامی در ایران به اسم اسلام و خدا هر کاری که دوست داره انجام میده و مردم رو تو تنگنا قرار میده، ولی در واقع فکر نمی کنم خدا بخواد که هیچ بنده ای انقدر عذاب بکشه. دموکرات هم از دیدگاه من که دارم توی ایالت دموکرات زندگی میکنم، به اسم دموکراسی که اسم زیبایی همه دوستش دارن، چون خیلی کم پیدا میشه دموکراسی، از این کلمه استفاده میکنن، ولی در واقعیت میبینی که زیاد ازش استفاده نمیشه، یعنی در واقع اون واقعیتشون نیست. من خودم شخصا وقتی که به آمریکا اومدم زندگی کنم، خودم آدم دموکراتی بودم، فکر میکردم که دموکراسی هستش که تبعیض نژادی براش قائل نمیشن و مردم دموکرات هستن که میدون میدن به مردمی که از کشورهای دیگه وارد میشن بتونن اینجا زندگی کنن. سرزمین موقعیت هاست. اما در دوره‌های متفاوتی که دیدیم از رئیس جمهورها، وقتی میبینی یک رئیس جمهور دموکرات هست، یک رئیس جمهور ریپابلیکن رو میبینی مثل آقای بایدن، میبینی که در 4 سالی که آقای بایدن سر کار بود، بیزینس ها، مخصوصا من دارم کالیفرنیا رو میگم، در همه جای آمریکا بیزینس ها خیلی رونق داشتن، خیلی بهتر داشتن کار میکردن، خیلی مردم دستشون بازتر بود برای اینکه بیزینس ها رو ساپورت کنن. اما متاسفانه وقتی که 4 سال آقای بایدن رو میبینیم به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات، داریم میبینیم اون آزادی رو مخصوصا برای بیزینس ها اینجا نداره. اینجا بیزینس ها متاسفانه حالا بعد از کرونا خیلی بیشتر شد و به خاطر بسته شدن‌های بیش از حدی که در کالیفرنیا داشت، که من همیشه میخندم، ایالت فلوریدا یک ایالت ریپابلیکنه، فکر کنم در کل 1 هفته بیشتر برای کرونا تعطیل نبودن و هیچ کدومشون هم اونقدر مریض و مرگ و میر زیاد نبود که کالیفرنیا به مدت تقریبا میشه گفت 2 سال بیزینس ها بسته بودن. خب برگشتش خیلی کار سختی که دوباره برگردی و اون بیزینس تو رونق بدی و همین باعث شد که خیلی شکست باشه در ایالت کالیفرنیا و بالا بردن مالیات ها. من دیدم یه کسی داره مصاحبه میکنه با آقای ترامپ در مورد کالیفرنیا، چون معضلی شده کالیفرنیا برای مردمش و اتفاقاتی که افتاده، مخصوصا با این گاورنری که ما داریم، و داشتش ازش میپرسن، از آقای ترامپ میپرسن نظرت و راهکاری که پیشنهاد میدی برای کالیفرنیا که مردمش بهتر زندگی کنن چی هستش. گفت باید کالیفرنیا بیزینس فرندلی باشه، باید مالیات هایی که از
بیزینس ها میگیره که ما تولید شغل میکنیم، باعث میشیم که مردمی که میخوان کار کنن، زندگی کنن، شغل داشته باشن. و الان با این آتش اتفاقاتی سوزی که میفته، اتفاق افتاد چی کار میکنین؟ بیزنس ها آفرین. ضربه این شدیدی آتش خوردین؟ سوزی هم که به قول گفتنی نور علی نور بود، به خاطر اینکه باعث شد این ماهی دوست داشتنی که به قول آقای ترامپ، این ماهی که خیلی بوی بدی هم میداد، نجات پیدا کنه یا حالا راحت‌تر زندگی کنه. حالا چه فکری آقای گوین نیوسام با خودشون کرده بودن، میزان زیادی از آبی که خب برای خودمون قابل استفاده است رو خارج کرده بودن، به سمت دیگری برده بودن. مخازن خالی بود برای خاموش کردن این آتش که معضل بسیار بزرگی بود. 17,500,000 از اون بودجه‌ای که برای آتش نشان‌ها باید در اختیارشون قرار میذاشتن، همین 4-5 ماه پیش قطع کرده بودن. بیمه در کالیفرنیا که خلاصه داره قیمت‌هاش و کنسل شدن بیمه ها اینجا بیداد میکنه، از کجاش براتون بگم. بله، پس خلاصه وضعیت بحرانی رو دارین طی میکنید. اگه که موافق باشین، این بحث آتش سوزی و اینها که یه وقت شایعاتی هم دورش بود که میخوان لس آنجلس کلا میخوان ساختارش رو عوض کنن، این تا چه حد شایعه است، تا چه حد راسته که یعنی میتونه عمدی بوده باشه و اینها؟ من فکر میکنم الان با پیشنهادی که به کسایی که متاسفانه خونه و زندگیشون سوخته، پیشنهادی که بهشون دادن اسکوئر فیتی $200 گفتن فعلا بهشون بدن تا خونه هاشون رو بسازن. خب مطمئناً اینجا در کالیفرنیا با اسکوئر فیتی $200 هیچ کس نمیتونه، مخصوصا توی ملیبو که خونه ها چند میلیونی بود، 35 میلیون، 40 میلیون، 20 میلیون قیمت خونه های سوخته بود و همشون کاستوم شده بود. من اینتریور دیزاینر هستم، میدونم قیمت هر چیزی چیه. شما اگر یک خونه خیلی کوچیک ایدیو بهش میگن برای اجاره اینجا میسازن کنار خونه هاشون، اونو اسکوئر فیت $285 میگیرن خونه های خیلی معمولی رو بسازن. با این پیشنهاد $200 پر اسکوئر فیت که داده شده به کسایی که زندگیشون سوخته، خیلی بوی بدی به مشام میخوره که شاید شایعات واقعی باشه. متشکرم ازت. برگردیم سر موضوع اصلی امروزمون که خودش موضوع خیلی داغیه. مرسی از توضیحاتت، چون این دقیقاً سوالی بودش که الان چند وقت بودش که مثلا در فضای مجازی خیلی بهش پرداختند. اما بریم سراغ سام جان، به نظر دنیا بعد از اومدن ترامپ چه خواهد بود؟ این دوره چه تفاوتی با دوره قبل خواهد داشت؟ این دوره به باور من ما ترامپ نداریم، یعنی آن 4 سال اول آزمون خطا اسمشو بذاریم. ترامپ یه پدیده‌ای بود که انگار از مریخ، این صحبت مریخ زیاد شده امروز، از مریخ در واقع البته گفتش که ما در صحبتاش که آمریکا پرچمشو در مریخ به اهتزاز در خواهد آورد. من میگم که بشر در این 4 سال آن چیزی که ترامپ گفته، البته ایلان ماسک خیلی خیلی ذوق کرد، پرید از صندلیش، انقدر خوشحال و شادان بود سر این ماجرا، انگار که ترامپ از بیرون از گود، یعنی به عنوان یک شخص که شومن است، میلیاردر است، هتلدار است، معامله‌گر است، املاکدار است و زمینای گلف آنچنانی در 4 گوشه دنیا داره، آمد در وسط آن چیزی که گود بازی سیاست است و به عنوان بزرگترین چهره و قدرتمندترین چهره سیاسی انسان زنده در جهان. ولی ترامپ نتونست روند دوم و بازیگر نقش اول باشه و آن داستان بسیار مخوف و عجیب و غریبی که 6 ژانویه 2021 در همین به حساب هول و هوش این مراسم رخ داد و ترامپ نپذیرفت آن نتیجه رو، بنا به دلایلی که خاص خودش رو داشت. تاریخ قضاوت خواهد کرد. ترامپ این دفعه آمده است، توضیح بدید راجع به اون اتفاق. اون اتفاقی بوده است که 6 ژانویه 2021 دوستان ما که آمریکا زندگی میکنن، این روز تاریخی و روز بسیار ترسناک، من اسمش رو گذاشتم، طرفداران ترامپ آمدن که کنگره رو در واقع سمبولیک به اشغال خودشون در بیارن، به تمام نه کنگره، 7 یا 8 مرکز قدرت و مرکز تصمیم گیری، مخصوصا مراکز به حساب دیوان عالی اداری، دادگستری که به زبان فارسی ما میگیم، یعنی که 7
یا 9 یا 11 قاضی هستن که چه ایالتی چه در سراسر آمریکا تصمیم گیرن و ناظر قانون اساسی، ناظر اجرای قانون اساسی هستن. آنجا هم قرار بود بروند، آمدن گفتن ما این نتیجه این بازی و نتیجه آن رأی الکترال رو نمیپذیریم. چنین اتفاقی خب دنیا رو ترسون، یعنی تزلزل آن چیزی که آن چند ساعت پیش آمد به باور من به اندازه هولناک بود، انگار که جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم سوت اول شروع آن جنگ های جهانی صورت گرفته، ولی خوشبختانه آن قائله خوابید. این دفعه ترامپ آمده است که ترامپیست رو بیاره به باور من. یعنی ترامپ نه به عنوان یک برندی است که جمهوری خواهی و حزب جمهوری خواه رو بلعیده، داخلش حزب تی پارتی رو بلعیده و آمده بگوید که دیگر فقط صاحبان قدرت و ثروت و پول و سرمایه جهان نیستن که کسانی رو سیاستمدار بار بیارن که آقا 2 دوره باید سناتور باشی، حالا رئیس ایالت باشی، شاید معروف و محبوب باشی، حالا بایستی هنرپیشه به حساب فیلم‌های آنچنانی باشی، بعد بشی مثلا رئیس ایالت کالیفرنیا. می توانند کسانی وارد سیاست بشوند که از نظر اقتصادی، از نظر آن الیت منحصر به فرد صاحبان سرمایه، یعنی من به این اشاره میکنم که ترامپیست چیست؟ ترامپیست یعنی 5 تا صندلی پشت خودش رو در نظر بگیرین که همه صندلی‌ها صندلی به صندلی وزن و اندازه و قیمتش متفاوته. کی نشسته؟ ایلان ماسک. ایلان ماسک کیست؟ ایلان ماسک کسی است که ثروتمندترین انسان کره خاکی است. ایلان ماسک چیزی در حدود 270 تا 320 میلیون دلار هزینه کرده برای این کمپین ترامپ. بغل دستش کی نشسته؟ یعنی این انسان چیدمان کسانی که هست دیگر به حساب حتی نفر 4می که مارکو روبیو وزیر امور خارجه است. بغل دستش کی نشسته؟ بقیه میلیاردرهای جهان که زبان زد خاص عامم، یعنی که صاحبان تکنولوژی و سیلیکون ولی آمدن آنجا. جف بزوس نشسته، رئیس آمازون مارک زکربرگ نشسته و حتی مدیر عامل تیک تاک که خب داستان خودشو داره، شاوچو، و تیم کوک رئیس اپل، که اینا 97 کشور جهان شما بودجه سالانه رو بگیرین، محض اطلاع مخاطبان که یه خورده اون عدد ماکرو و نمیشه از تریلیون و بیلیون و بعد 12 تا صفر استفاده کرد، به اندازه بودجه سالانه 97 کشور دخل خرج تنخواهگردان، یک کلمه فارسی قدیمی تو بازار قدیم ایران، اینا این چند نفری که من اسپردم ثروتشون برابری میکنه به اندازه، در واقع میشه گفت که 80-85% از بودجه کشورهای جهان. اینا رو مهم میپندارد که بیاین آمریکا رو اول آمریکا بخواد مثلا در نظر بگیره. ترامپ این دوره تفاوتاش برای جهان، برای 8 میلیارد انسان، برای 197 کشور، سرنوشت ایران، سرنوشت ملت ایران با جمهوری اسلامی متفاوت خواهد بود. چرا که ترامپ یک قولهایی رو داره میده، از کمپینش آورده تو صحبت خودش که آهای آمریکایی‌ها در جریان باشین که 2,166,000 کیلومتر مربع، یعنی 1.5 برابر خاک ایران کنونی ما، گرینلند تقدیم به آمریکایی‌ها. میگه میرم که آمریکا رو از نظر وسعت جغرافیایی هم ببرم بالا. ترامپ آمده است که بگوید ای به آر است، همون چیزی که ملت ایران خون گریه میکنند که آقا ما خلیج مثلا عربی نداریم، خلیج فارس داریم، تنبو کوچک و تنبو بزرگ و ابو موسی داریم و آنانی رو که الان بر علیه منافع ملی و تمامیت ارضی ما دندان تیز کردن به حساب باعث جگرخون شدن ملت ایران میشن. ترامپ میگوید خلیج مکزیک برای ما ای به آره. چرا که ترامپ آمده است بگوید که آن 100 میلیون دلاری که ما کانال پاناما را آن زمان آقای هری ترومن و 1977 در واقع به عنوان یک آبراه آزاد قرار دادیم، چینی ها آنقدر سرمایه گذاری کردن، آنقدر رو اسکله‌های بنادر اونجا دخل تصرف کردن، حدود 120 میلیارد دلار برای اون آبراه از نظر هزینه اقتصادی پیش رفتن که انگار مثلا هنگ کنگ و چین. اینو من به جوونا قبلا چند روز پیش یه جای دعوت بودم، توضیحات مبسوط دارم. ترامپ آمده است بگوید که آمریکا بزرگتر است، بزرگتر، قویتر و استثنایی تر خواهد شد. ترامپ یک شعاری هم داره خوش به حال، در واقع می شود گفت که
تیم جدید مشاورینش، برعکس آن چیزی که 2016 البته دوست عزیز نازنین ما شبنم عزیز و همکار ما و معناس یه مقدار به حساب شاید زوایایی داشته باشن، چون نه من دموکراتم نه جمهوری خواه، به عنوان تلاشمو میکنم که وجدانمو به حساب قاضی قرار بدم و آن حقیقت رو بگم. این دفعه ترامپ با مشاورینی کل سیلیکون ولی رو با خودش آورده، کل تکنولوژی آورده، کل رسانه‌های اجتماعی با خودش آورده، 4 نفر اول و پشت سر خودش گذاشته. تیک تاک و 51% تا 3 تا 5 روز آینده خریداری میشه بین 35 تا 50 میلیارد دلار و آمده است بگوید با اون شعار بسیار قشنگ انقلاب عقل سلیم، یعنی با شعارهای قبلیش فاصله گرفته. این یک نگاه ترامپیست است. حالا آیا چه کسانی منتفع خواهد شد؟ اولین کسی که 2.5 دقیقه تا 3 دقیقه بعد به تلکس خبرگزاری‌های جهان به حساب مخابره کرد تبریکات صمیمانه خودشو که به همدیگر اسم کوچیک صدا میزنن، بیبی بود، بیبی رفیق جنگش بنیامین نتانیاهو. دومین کسی که آمد به حساب به عنوان یک شادباش، به عنوان یک رپورتاج آگهی این تبریک رو در تمام رسانه‌های صوتی تصویری مکتوب جهان پیشبرد شاهزاده‌ای بود، شاهزاده خانومی که سفیر عربستان در آمریکاست. و اینجا هم یادی کنم از یک پیام بسیار بسیار مهم که شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرد و جملاتی رو که آنجا گفته یا آن تیم که به حساب مشاوره حداقل پیش رفته بسیار جالبه، بسیار جالبه. من اینجا یاد کنم که الان داره وایرال میشه. شاهزاده رضا پهلوی اونجایی که تبریکات صمیمانه خودشو میگه شما 4 سال با شجاعت و قاطعیت، یعنی آنجایی که ابر سوپر تروریست رو از بین بردی، الان در 20 ژانویه 2025 شاهزاده میگه که با شجاعت و قاطعیت طرف ملت ایران و کنار ملت ایران بودی 4 سال گذشته. و همزمان حالا این نوشته از اتاق فکری در میاد یا مثلا یک شورای مشورتی، آنجا به درست میگوید که انتظار ملت ایران برای 4 سال آینده به مراتب بیشتر است، چرا که شما ثابت کردی که آن سطح مماشاتی که جو بایدن داشته، آن 270 میلیارد دلاری که این 4 سال باز دوباره به کیسه آخوندا رفته، نفتی رو که فروختن، ترامپ روزی که رفت 200 تا 230 هزار بشکه در روز آخوندا نفت میفروختن، ولی جو بایدن کاری کرد که بین 2,300,000 تا 2,500,000 بعضا تا 2,700,000 بشکه نفت رو به کیسه آخوندا رسوند که خاورمیانه و دنیا رو آتش بزنن. من میتونم ساعتها راجع به این تفاوت‌های یعنی آن چیزی که برام جالبه به عنوان یه ناظر، به عنوان کسی که دنبال میکنم مسائل دکترین و آن به حساب تئوری سیاست که در عمل چه خواهد شد، افکار سنجی، ترامپ جدید با خودش هم خیلی فاصله گرفته دوستان و مخاطبان عزیز. این نگاه شخصی منه، نمیگم یک حضور ایلان ماسک به نظرم خیلی تونسته تاثیر، حالا نمیتونم بگم جالب، ولی تاثیر خاصی داشته روی ترامپ جدید. و من معتقدم که ایلان ماسک نهایتاً رئیس جمهور بعد از ترامپ خواهد شد. این فوق‌العاده است. این منو به وجد میاره، نه از اینکه خوب برداشت تاریخ قضاوت خواهد کرد و که چه خواهد شد، ولی آن نگاه تیزبین رسانه‌ای که خب تجربه آنچنانی پشت سر شما بوده، به باور من این یه تیکه رو حداقل باید جداگانه از این صحبت‌ها ضبط بشه تو تاریخ در واقع زندگی حرفه‌ای و تخصصی شما. هزار البته دنیایی نخواهد بود. من هم پشت سر شما به ملت ایران این قولو میتونم بدم که البته این نگاه از طرف من نیست، از مثلا فیلسوفای مثل ایلان، مثل یووال نوح هراری است که میگوید که دنیا تفاوت‌هایی خواهد کرد. دنیایی که 4 سال ملت یک بار بیان رأی بدن، یکی بشه رئیس جمهور، یکی بشه نخست وزیر، 4 سال برن خونه دوباره بیان. دنیایی است که ممالک دنیا و ملت‌ها به حساب برگزیدگانشون باعث یک برندی از خودشون داشته باشن و باعث یک توانمندی و درافزودی به یک ملت برسانند. به این خاطر است که مثلا شاوچیو مدیر عامل تیک تاک حاضر است که یک روز تیک تاک بخوابد
و بعد معامله کند. و به این خاطر است که مارک زاکربرگ، بچه‌ها میدونن که آمریکا زندگی میکنن، اصطلاح بچه‌ها همکاران، ببخشید رسانه‌ای نبود، میدونن که مارک زاکربرگ همش یه ماه نیمی که آشتی کرده با ترامپ، جزء آن بخشی از تمام رسانه‌های سوشیال میدیا بود، به اضافه ابر رسانه‌های مثل CNN و مکتوب که بر علیه جمهوری خواهان و نگاه ترامپیست بود. به نظر من اون اپورتونیست بازی و آن نگاهی رو که مارک زاکربرگ داشت که نمیتواند بدون ترامپ و ترامپیست و رئیس جمهور 4 سال آینده ادامه حیات بدهد، حتی در آن سوشیال میدیایی که خودش بنیانگذارش بود و ثروتی رو که ثروت افسانه‌ای که دارد، آمد نشست به عنوان نفر سوم، خیلی هم خوب دست میزد، ذوق میکرد، سوت میزد بعضی موقع و داشت خوشحالی میکرد، چرا که نمیتواند از این چرخه کسانی رو که مثلا ایلان ماسک، من یه چند بار 5-6 پادکست دارم، 5 پادکست دنیا پس از ترامپ، 10 برنده ترامپ و 10 بازنده ترامپ، آنجا گفتم بله. که البته درشتگویی است، آخرین جمله بگم به حق دوستان نبرم، آنجا گفتم که اهمیت وجود ایلان ماسک به مراتب از ونس و معاون رئیس جمهور یا حتی معاون قبلی رئیس جمهور که یک کار سیاسی بود، مایک پنس، به مراتب بیشتر از ایشون همه کاره این هیئت دولت و 4 سال آینده خواهد بود، چرا که نگاه به حساب همبستگی قدرت سیاسی و قدرت مالی و برگزیدگان و مفاخر ملت آمریکاست که قراره که سیاست جمهوری خواست دموکرات و این انشقاق و این داستان صد و اندی سال که یکی نماد الاغ داشته باشد، یکی نماد فیل داشته باشد، همه اینا به زبالدان تاریخ ریخته خواهد شد، چرا که ملت و ممالک میدانند که کسانی باید بیان سرنوشت ملت خودشون رو به دست بگیرن که نگاه نوع حتی دنیا پس از اینترنت و دنیا پس از دنیای آنفرماتیک با هوش مصنوعی و با آن چیزی که قرار است هوش مصنوعی در افزوده داشته باشد به زندگی 8 میلیارد عجین باشن. متشکرم سام از توضیحات گسترده‌ات. برای اینکه برنامه رو دیگه تمامش کنیم، دوست دارم که اتفاقاً به مسئله ایران هم بپردازیم که نقش ترامپ فکر می‌کنیم در 4 سال آینده در مورد ایران چه خواهد بود. سام توضیح دادی، اشاره کردی به تبریک شاهزاده رضا پهلوی به ترامپ که نامش رو دقیقا من هم داشتم بیشتر مشاهده میکردم و فکرم که در اینجا به این مسئله بپردازیم که آیا شبنم به نظر تو به عنوان کسی که کمپینر آقای ترامپ بودی فکر میکنی واقعا مسئله ایران براش بنز کافی مهم هست؟ آیا حالا جدا از تعارفاتی که میشه باهاش کرد راجع به این که خب به مسئله خاورمیانه، به مسئله ایران خیلی جدی پردازه، آیا میشه امیدوار بود که کنار مردم ایران بیسته؟ واقعا من فکر میکنم خیلی باید امیدوار بود وقتی، چون ببینید الان آقای ترامپ نیست 4 سال کارنامه روی داشته، 4 سال رئیس جمهور بوده، ما همه دیدیم نقطه نظراتش، چه بسا طبق صحبت‌هایی که شما کردین خیلی با تجربه تر و بهتر داره این سری عمل خواهد کرد. در 4 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن، 4 سالی بود که طبق گفته خودش تمام آخوندها در خفقان به سر می بردن و به قول دوباره صحبتی که شما کردین، میزان نفتی که از ایران خریده می شد در زمان آقای ترامپ و در زمان که آقای بایدن رئیس جمهور بودن، به خاطر اینکه استخراجی در آمریکا خودش میتونه نفت استخراج کنه، در 4 سال زمان آقای بایدن هیچ استخراجی صورت نگرفت چون ایشون مخالف این مسئله بودن. برای همین ما قیمت بالای بنزین داشتیم، هم جنگ بود هم نفت رو باید می‌خریدن، بنزین بالا بود. ولی آقای ترامپ گفتن که در 4 سالی که ایشون باشن دوباره نفت خود آمریکا رو استخراج خواهند کرد و نفت رو به اون میزان نخواهند خرید. پوینت بسیار مثبتی هست برای تو دهنی زدن به جمهوری اسلامی. و یکی دیگه این که 4 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن هیچ گونه پولی رو به ایران، حالا قرض بوده یا هر چیزی که آقای بایدن آزاد کردن به جمهوری اسلامی، که یک قرونش تو جیب مردم ایران نمیره و همش میره توی جیب خداشون و عزیز کرده هاشون و به قول خودشون آقازاده ها،
زمان آقای ترامپ هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. پولی به ایران آزاد نشد. تحریم های بسیار سفت و سختی رو داشتن. طبق گفته خودش که داشت میگفت، خود آقای ترامپ گفتن که من 4 سال خفقان به آخوندها دادم و مجددا این کار رو انجام خواهند داد. چون یه چیز اتفاق جالبیه، شما اگر میخوانی یه کسی رو خفش کنی بهتر پول جیبش رو ازش بگیری، اون وقت دیگه توانایی مانور دادنی رو نداره. من فکر میکنم که ایشون این راه مجددا ادامه بدن. چاکرم. نهایتاً هم مهناز جان دوست دارم که نظر تو رو بشنوم راجع به این که در 4 سال آینده ترامپ به نظر چه تفاوتی خواهد داشت با دور قبل، یا تاثیرش روی ایران چه خواهد بود بیشتر؟ به نظر من با توجه به اینکه در این 4 سال پیش رو ما دست جو بایدن رو کوتاه میبینیم از دنیا، یعنی از صحنه سیاست. جو بایدنی که 50 سال در عرصه سیاست در جاهای مختلف فعالیت کرد و نهایتاً هم 8 سال به عنوان رئیس جمهور آمریکا، کسی که نقش مستقیم داشت در اون چیزی که بر سر خاندان پهلوی و بر سر مردم ایران اومد. من فکر میکنم آینده پیش رو بدون وجود بایدن و آگاهی جمعی که در آمریکا اتفاق افتاده برای اینکه چپ‌ها بیش از هر زمان دیگری منفور شدن در دنیا و خصوصا در آمریکا، این آینده روشنی رو برای ایران و مردم ایران رقم خواهد زد. و همونطور که شبنم عزیزم بهش اشاره کرد، با در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی و اجازه ندادن به اینکه جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه، برخلاف یکی از طرفداران ایرانی دموکرات ها و کسی که در شبکه‌های تلویزیونی برای آقای بایدن و برای خانم هریس صحبت میکرد به نفع ایشون، امروز خودشون ادعا کردن بر حسب حرفی که خودشون زدن، گفتن که برخلاف بایدن که اجازه داد به ایران نفت رو بفروشه. من نمیدونم کدوم تحریم بوده که ایران اجازه داشته در طول این مدت نفت بفروشه. پس اصلا یعنی تحریمی در کار نبوده و مجددا اون تحریم های سفت و سخت برخواهد گشت، دست گروه های نیابتی رو کوتاه خواهد کرد و با همکاری که با بیبی نتانیاهو داره، همونطور که آقای سام عزیز بهش اشاره کردند، حتما بیشتر کمک خواهد شد که دست و بال جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران رو بهش اضافه نکنم، بسته بشه و نهایتاً با اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده، مردمی که از این حجم از دارایی و ثروت برخوردارن به این درجه از زندگی رسیدن که آب ندارن، برق ندارن، غذا ندارن، فقر مطلقه، حتما ایران ما هم در این دوران، در دوران 4 ساله ترامپ، وضعیت متفاوتی رو تجربه خواهد کرد، وضعیت روشن و آینده خوبی رو برای ایران من هم میبینم. متشکرم. سام عزیز که قول دادن به خیلی ها که امسال جمهوری اسلامی کارش تمام خواهد شد و سال 2025 سال سرنوشت هستش. سام جان ازت خواهش میکنم با کلمات یعنی جملات پایانی این برنامه رو بگو. رو چشم و با افتخار. ببینید عزیزان دل، من گفتم و ثبت تاریخ حالا در دنیای مجازی منتشر شده، آن این است که جمهوری اسلامی در طول این 2025 بنا به هر نشانه گذاری، نمونه گذاری نخواهد ماند. آن چیزی که قرار است از جمهوری اسلامی اگر خود آخوندا برای خودشون قرار گذاشته، نه سرنوشت ملت ایران، دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود. من فکر میکنم آن روزگارانی که پنجه در پنجه بس این اهریمنان ایران و افغانان ترامپ 4 سال اول خودش پیش برد، جمهوری اسلامی حریف قدری بود. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی با مدت آن زمان 23 سال تا 25 سال و بعداً تا 27 سال 29 سال اسرائیل رو به عنوان شریک استراتژیک و بنیادین، به عنوان یک می شود گفت که ایالت 51، حالا ترامپ به شوخی یا جدی کانادا را ایالت 51، من بارها قبل از ترامپ اینو به عنوان یک ایدئولوگ یا یک کسی که مسائل دکترین بین الملل کار میکنم، شاگردی میکنم و درس میدم، بارها گفتم که ایالت 51 از اسرائیل آن زمان
جمهوری اسلامی قدری بود که قاسم سلیمانی داشت، 17 گروه نیابتی داشت. الان از فردا صبح یا 12:01 شب استراحتی بکند ترامپ، ویسکی بنوشد و بیاید، جمهوری اسلامی ضعیف است، نحیف است. جمهوری اسلامی است که حماس ندارد، جمهوری اسلامی است که حزب الله ندارد، نصرالله نمانده، رژیم اسد نمانده، خود بشار اسد متواری شده، وضعیت اقتصادی با دلار 82,800 تومان ما به حساب دست پنجه نرم میکنه این ملت. در نتیجه به مراتب کار ترامپ راحت تر است. من در طول 1 سال تبلیغات ترامپ بارها مخصوصا به هموطنانمون در آمریکا، البته نه به صورت رسمی، الان رسانه‌ای، بارها توصیه کردم که یک دکترین رو ملت ایران برای منافع ملی خودشون و نسل‌ها پیش برن. اگه توافقات ابراهیم به درست اعراب اسرائیل رو به آشتی میده، توافق کوروش که خوشبختانه من خیلی خوشحال شدم، ذوق کردم، دیدم که بالاخره این توقع آنقدر سر سطح ملی مطرح شده که شاهزاده رضا پهلوی آنجا به ترامپ گوش زد میکند بعد از تبریکات شاد باش و آن چیزی که 4 سال اول دلخوشی ملت ایران بود که ترامپ آن جمله و آن شعار میلیونی 88 که اوباما یا با اونا یا با ما، گفتش با ملت ایران به حساب منفعت دولت و کشور و خودش رو با ملت ایران گره زده. این 4 سال آینده که نه، همین 1 سالی که شما به من گوش زد کردین و دوباره قرار ثبت تاریخ بشه و آرزو دارم که خجالت زده ملت ایران نباشم سر این قولی که با ملت ایران، من پیمانی که این با ملت ایران صحبتشو کردم. شاهزاده رضا پهلوی هم به درست میگه توافقات کوروش، یعنی که ما میتوانیم آینده خاورمیانه، آن نسل نوین خاورمیانه در دستور کار حداقل 6 ماه گذشته، حداقل 1 ماه گذشته، آن 10 باری که مراودات شده، خود داماد آقای ترامپ که بنیانگذار این توافقات ابراهیم بوده به شدت داره پیگیری میکنه و ما میرویم جمهوری اسلامی که نباید وجود خارجی داشته باشد با آن فشار حداکثری. و من اون مارکو روبیو رو به عنوان همتیمی ترامپ و شخصی که واقعا به جای بلینکن داره میاد، همه افکار و عقایدش رو تو اندیشکده‌های مختلف که بررسی کردم، همون دکترین جورج کنانی که سفیر آمریکا در شوروی یوگسلاوی بود، آن دکترین مهار حداکثری که جواب داد. حالا در جای یه مقدار با حوصله بیشتر من به اون دکترین وزیر امور خارجه و بقیه وزرای به حساب هیئت حاکمه جدید میپردازم. همش دلخوشی است از این که ملت ایران دیگر از کابوس آن چیزی که مماشاتگران اعظم هستند، چه از نظر افکار عمومی، چه آن چیزی رو که امثال CNN و نیویورک تایمز ها دارن میسازن، خلاصی پیدا کردن و حقیقتی آشکار خواهد شد که این دو ملت و ملت سوم، ملت اسرائیل، با دست در دست گذاشتن همدیگه میتوانند خاورمیانه آرام، جهانی با آرامش بیشتر و زندگی نرمال و ملت ایران طعمشو بچشن. من اینو فقط امید ندارم، وهم و خیال نیست، آرزو نیست، حقیقتی است محض که در انتظار ملت ایران. من اینو قول میدم به ملت ایران، آن نگاهی رو که از حقیقت میبینم. جهان سپاس از صحبت‌های هر ستاتون. شبنم عزیز، مهمون عزیزمون، شبنم ملکی و همکاران عزیزم سام منتظری و مهناز دوستی عزیز، یک دنیا ممنون بود گفتگوی با شما. امیدوارم که این گفتگو برای شنونده‌های عزیزمون هم خیلی مفید باشه و لذت برده باشن ازش.